اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه آستانه، هموطنان عزیز، همزبانان عزیز، در هر کجا که هستید پروردگار همراه شما باشد، زنده و سلامت باشید. امروز با یکی از موضوعهای دیگری داغ جامعه نزد شما اومدم. موضوعی که پیشتر که آنقدر نه، اما بعد از اینکه اینترنت در همه جا پهن شد و عالم مجازی دارد روز از روز کار خودش را میکند، در بین ما و جامعه تاجیکستان و زنهای تاجیکستان هم متاسفانه دارد نه اینکه پیدا می شود، زیاد می شود. مسئله یا موضوع برنامه امروزه من همراه شما خیانت به شوهر می باشد. یعنی خیانت کردن یک زن تاجیک و شوهر. و این یک مصیبتی هست که وقتهای آخر خیلی زیاد از این میشنویم. چه شکایت باشد، چه درد دل باشد، چه حتی بعض پیامدهای مثل کشتن و خودکشی و دارو خوردن و چیزهای دیگر باشد. و یک مصیبت هست که اگر پیش راه این مصیبت گرفته نشود، از این هم بدتر می شود. و برای گرفتن پیش راه این مصیبت باید ما سببهای این را بدانیم. و چگونه که پیشتر هم بارها بنده گفته بودم، تا زمانی که طبیب یک بیماری را تشخیص نمی کند و سبب آن بیماری را پیدا نمی کند، راهی معالجه آن بیماری را گفته نمی تواند. و این چنین خیانت به شوهر هم سببش چی باشد؟ چرا به این بلا دست می زنند؟ چرا این همه عاقبت شدیده که به این گناه پروردگار وعده کرده است، از این نمی ترسند؟ سبب چی هست؟ چرا به این قدم می نهند؟ باید این رو بدانیم. البته اگر کشور یا دولت می بود که از قانون شریعت حکم می کرد و گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم و پروردگار حکم می برد، می دانیم که جزای خیانتکاران در شریعت چی است. آره، بسیاری ها می گویند که یکی از قانون های خیلی بیرحمی اسلام این است که زیناگر را رجم میکنن، سنگسار میکنن، اون هم تا مرگ، یا اینکه اگر هنوز ازدواج نکرده باشد 100 شلاق میزنن. این خیلی بیرحمانه است. برای یک عشق ورزی میگوین یا برای چیز دیگر، در حالی که اگر به شریعت نگاه کنیم ما فقط 7 تا جزای بدنی داریم. در 7 گناهی که در حقیقت فقط به خود انسان نه، به تمام جامعه هم اون گناه تاثیر بزرگ دارد، از قبیله راهزنی و دزدی مال دیگران و این چنین همین گناه فاحشگی یا زنا. این گناه ها که خودی فقط انسان نه، ببخشید، و حتی اطرافیان جامعه از این آلوده می شوند. پروردگار جزای سنگین بدنی معین کرده است. به بقیه گناه ها همون گناهی که قاضی یا والی می بیند در شریعت جزا اعلام می کند. و آنهایی که می گویند خیلی شریعت بیرحم است، نگاه کنید که وقتی در غرب به این چیز اجازه داده شد، وقتی حتی در کشورهای مسلمان نشین گفتن نه این جزا خیلی جزای قدیمی است و شما حتی جزا اعلان نکنید و چیز دیگر، ببینید که چقدر ما امروز بیماری ها داریم، چقدر بیماری ها داریم که سبب اون بیماری ها از جمله ویچ و از جمله دیگر بیماری ها، یعنی بیماری هایی که نه تنها فقط مرد یا زن، حتی کودکان به نسل هم میگذرد، سبب اساسیش همین بی‌راحتی هست. و این چنین یتیم ماندن چقدر کودکان و یا از روی شرم و از روی حیا و خودکشی دست زدن بعضی برادران، بعضی پدرها که دختری من به کدام راه زد، یا بعضی مادرها، یا اینکه بعد از پشیمانی
و خودکشی و دست زدن چند نفر رو سببش چی است؟ سببش همین بلا هست یا همین مصیبت خیانت است، همین مصیبت بیروحگی هست که شریعت تا اینکه این مصیبت از بین برود، تا اینکه نسل های پاکیزه باشند و تا اینکه بیماری ها از بین برود، خیلی و خیلی جزای سخت معین کرده است تا که مردم از این بترسند. ولی الان میدونیم که این جزا در هیچ جا دیده نمی شود و در این حالت که و این گناه یگان دولت علل خصوص در تاجیکستان قانون معینی نیست، بجز یک مقداری کم شاید جریمه کنن یا چیزی دیگر که باز بیروحه است، پای بیروحگیش می رود و حتی دموکراتیا گفته تماما اجازت بدهند. اما دیده ایستادیم که چی شده ایستاده است. یعنی چقدر برای طلاق خوردن عائله ها، پاش خوردن عائله ها، جدا ماندن کودکان از پدر و مادر و این چنین چقدر بی‌آرو و تماما بی‌آبرو شدن پدر و مادران و بعضی خواهر و برادران، حتی که برادرانی هستند که به خاطر خواهرشان که به این گناه دست زد در نزد کسی سر برداشته نمیدانند، نمیتوانند و حتی یزنه و خواهر شوهر هست که به خاطر کاری که خواهر همسرش کرد میخواد همسرش رو طلاق بدهد، برای اینکه بعضی ها او را طعنه میکنند و حتی فرزندانی هستند که به خاطر اینکه مادر به این گناه دست زده است به خودکشی دست زدند و خودکشی هم کردند. پس سبب چی هست؟ چی هست که یک زن تاجیک، یک زن مسلمان تاجیک شوهر دارد اما به خیانت دست میزند، با مرد بیگانه، با مرد نامحرم و علاقه می براید و از سلام دادن و خنده کردن و صحبت کردن شروع می شود تا اینکه به گناه کبیره دست بزنند. اولین سببی که البته بنده می بینم، شاید دیگرها دیگر سبب ببینند، این دوری ما از شریعت و بیخبری ما از اینکه این گناه چه دهشتی دارد، این گناه چه دهشتی هست و عاقبت این گناه چی هست و از اینکه ما این گناه رو یک چیزی عادی دیدیم و حتی بعضی ها به عشق تعبیر کردن. من باری هم گفته بودم خواهر از این چیز صحبت میکند در حالی که من میگم آخه تو صاحبی کودک هستی، چگونه دست به این زدی در حالی که شوهرش در مهاجرت است؟ میگه آخر من عاشق شدم. یعنی زنا رو با عاشق شدن با یکدیگری آمیخته میکند و طور صحبت میکند که گویا که هیچ گناه ندارد و ببینید که تو چی اندازه مردم بیخبر هستند که زنا چه چیز است و عشق چه چیز است، محبت چه چیز است و اینها رو به هم دیگر آمیخته کردن و بعد گناه خود را به گردن نگرفتن ما را تا به کجا میبرد. و یکی از گناهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند تو جزایت را در دنیا میبینی یا با بیماری یا با کمبغلی یا با بلای بالای خودت یا فرزندت یا عائلت یا چیز دیگر، اگر یکیش با خویش و تبار خود قهری بودن باشد، یک تای دیگرش همین بغی است، یعنی زنا و برای بد رفتن می باشد. و میدونیم که حتی پروردگار میگوید وقتی جزا میدهید اونهایی که به این گناه دست زدن در بین مردم جزا بدهید، بگذار شرمنده شوند، بگذار مردم ببینند و به این کار دست نزنند. یعنی دوری از پروردگار، بیخبر ماندن که تا چه اندازه پروردگار برای این گناه جزا معین کرده است. یعنی یکی از گناهایی که جزایش هم دنیوی و هم اخروی هست، مگر اینکه در دنیا کنندش توبه کند و به پروردگار برگردد. و با همین این را دهشت ندانستن، نه یک عشق بوده است، کار دل بوده است، چیز دیگر بوده است، سبب می شود که بعضی ها به این گناه دست می زنند. و برای همین وقت برادران یا پدر و مادران میگویند برای چی به زن خواندن لازم بوده است، زن چی بود آموختن کتاب چیز، زن چی بود خواندن درس عقیده و درس تفسیر و دیگر چیز. درس عقیده و درس تفسیر و دیگر درس های دینی سبب می شود که انسان در قلبش ترس از الله پیدا کند. اگر در قلب انسانی که درس میخواند ترس از الله وجود ندارد، تمام علم های او مثل خری که بالایش کتاب است عیناً همین گونه است، هیچ فایده ندارد. یعنی مقصد از درس خواندن یکم این است که انسان اصلاح شود، نه اینکه مردم بگویند او عالم است یا اینکه او خیلی علم دارد. برای همین این رو، یعنی دهشت بودن این گناه رو تا چه اندازه
هم به ناموس انسان، هم به نسل انسان که شرمندگی یک مادر، علل خصوص یک مادری که به این گناه دست زد، تا نبیره و تا فرزندانش و تا یک به گفت خودمون 7 پشتش میرسد و تا چه اندازه پروردگار این گناه را گشته و برگشته حرام کرده است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در باره‌اش گفتند با جزایش رو ببینید، از بدترین جزاهایی که باید در دنیا ببیند با سنگساری زنی شوهردار اگر به این دست بزند باید کشته شود. از این باید زنها با خبر باشند که این چیزی عادی نیست. یعنی با قدم نهادن به سوی خیانت، با محرم شناس شدن و راز دل با او گفتن در حالی که شوهر داره، از محرمیت و از قصه های زندگیت به او گفتن، چی میپوشی و چی دوست میداری، چرا دوست نمیداری، شوهرت چگونه هست و چگونه نیست، با یک مرد عادی صحبت کرده رفتن، این شروع میشود به مقدمه ای که شما به گناه کبیره دست میزنید. یعنی یکم سبب رو بنده در آن میبینم که خدا ترسی نیست، آگاهی ندارند چی و دهشت بودن این گناه و آمیخته کردگی هستند این گناه کبیره را به محبت و به دوست داشتن قلبی که این گونه بعضی ها به این به آسانی دست میزنند. سبب دوریش، سبب دومش که حتما اگر سبب یکم را گفته، معالجهش هم این است که در این باره باید بسیار صحبت شود. نه اینکه تو اینی تو آن هستی، نه، از مصیبت این گناه، از پیامدهایش، دربارش چه جزایی آمده است و کسایی که به این گناه دست میزنند چرا در دنیا و در آخرت جزا میبینند، چی با بیماری گفتیم، چی با فقر و دیگر از این باید آگاه باشند مردم. سبب دوم سبب دوری زن و شوهر می باشد. عزیزان، اگر از 20 نفره که به من در همین باره شخصا مراجعت کردگی هستند که من به همین گناه دست دادم، اگر خطا نکنم تا 16 نفرشون زنهایی هستند که تا 2 سال و 3 سال از شوهر خود دور بودند و بعد از مدت دیگر به نفس خود زوری کرده نتوانستند و نفرانی که من تو رو به گردن میگیرم گفت حتی طلاق نگرفته شوهر کردن. یعنی طلاق نگرفته، عده انتظار نشده، بالای شوهر کردن، این همون زنای بر علا هست. این همون خیانت آشکار است به شوهر و به پروردگار و به خانواده خود. اگر گفتیم شوهر یک انسانی بدبخت است، یک میزده هست، در اینجا خیانت به نفست کرده، خیانت به پروردگارت کرده، خیانت به ناموس فرزندان و خیانت به پدر و مادر و برادرانت کرده. یعنی خیانتی آشکار است وقتی زن طلاق نگرفته شوهر میکند یا طلاق نگرفته در فکر شوهر کردن هست و الکی در ارتباط با بعض مردها هست که این چیز هم کم نیست. و این چیز هم کم نیست که امروز حتی زنهایی هستند که شوهر دارن، به سبب بداخلاقی شوهر الکی در تلفن آنها، در تلفنشون نفرهایی هستند که نقشه دارن که از این طلاق میگیرم و با این به شوهر میبرایم و نقشهشون هم آماده است و انتظار هم هستند و این هم خیانت آشکار است. و اینجا دوری زن و شوهر میگویم. وقتی دوری میگویم اینجا چند چیز است. یکی مسافه هست، دیگری دوری های احساس ها یا دور بودن از همدیگر در حالی که جسم نزدیک است و مهر و محبت وجود ندارد. یکم از دوری مسافه ها صحبت کنیم. میدونیم که سر از سال 1994 دیگر مردم تاجیکستان شروع کردن به مهاجرتی که برای قصد پاره نان بود، اما به عوض آن نان چی مصیبت سر ما نآمد. گفتیم نان پیدا میکنیم، زبان خود را از دست دادیم. گفتیم نان پیدا میکنیم، اکثریت آبروی حیثیت خود را از دست دادیم. گفتیم نان پیدا میکنیم، یک باره وطن را هم به دست کیمکی ها سپاریدیم و رفتیم همه کوچ بستیم. و مسافرت اگرچه در اول یا مهاجرت 3 ماه و 4 ماه بود که باقی نیست، بعدن رفته به 1 سال و به 2 سال و به 3 سال و به 4 سال تبدیل شد. و میدونید که نفس و طبیعت انسان را الله چگونه آفریده است. و خلقناکم ازواجا و جعلنا بینکم موده و رحمه. الله جفت آفریده است، یعنی هم زن به
شوهر احتیاج دارد، نیاز دارد، روحاً، جسماً، همین گونه الله او را خلق کرده است و هم مرد و همسر نیاز دارد و این نیازها را از طریقه نکاحی حلال که اعلان می شود و همه آگاه می شوند پروردگار برای ما اجازه داده است که برآورده کنیم. آره در مسیحی ها هست که ازدواج نکرده بهتر است و یعنی از ضد طبیعت انسانیت برآمدند و می‌دانیم که چقدر گناه‌های کبیر حتی در داخل کلیساهایشان رخ می‌دهد و رخ داده ایستاده است و در حتی آشکارا هم از این صحبت می‌شود و کسی خجالت نمی‌کشد. اما ما در اسلام چون طبیعت هم زن هم مرد نیاز به یکدیگر دارد و پروردگار جفت آفریده است باید ازدواج کنند و می‌دانیم که تا چه اندازه یک زن از شوهرش می‌تواند دور باشد. آره مردها برای خود راه دارند، زن دوم میگیرند یا سوم میگیرند یا الکی برای آنها یک چند در روسیه درهای باز هم هست، علل خصوص مردهایی که خوب درآمد داشته باشند، زنهای روس هم کم نیستند. اما زن تاجیک چی؟ آره به خاطر فرزندان شاید 1 سال صبر کرد، 2 سال صبر کرد، 3 سال صبر کرد، ولی یکی به یادش میرسد که او هم زن است، او هم نیازها و خواسته ها دارد. علل خصوص وقتی برایش خبر می آورند که تو اینجا در خدمت اهل بیت شوهرت هستی با چشمگیریان و با قلب شکسته و با انتظاری ها، اونجا شوهرت رو دیدیم با یک دخترک یا با یک زنی 18 ساله یا 20 ساله، یا دیدیم که دیگر خیلی و خیلی خوشحال می نمود و پروایی از تو ندارد. و یک باره یعنی زنهایی که البته از الله بیخبر هستند و گمان میکنن که دنیا فقط دنیای قصاص است و دنیا فقط به من کرد من هم کنم هست، دست به خیانت میزنن. چرا او میتونست است من نه؟ چرا من نمیتونستم؟ انا برای من هم حلال است. یعنی انا همین گونه حالت‌هایی که به سبب دوری‌های مسافه‌ها و از اینکه شوهر دیگر از حال زن خبر نگرفت و این چنین آشکار شد که شوهر به همین چیز تماما عادت کرده است و برای خود راه پیدا کرده است و پروا ندارد که زن در چه حالت هست. سبب می شود که بعضی زنها اگرچه بعضیشون خواسته هایشون اینقدر بالا نباشد، هم تنها به خاطر قصاص، تنها اینکه من هم نشان بدهم که من نفس دارم و من میتوانم، به این کار دست میزنم و این گونه زنها هم کم نیستند. برای همین نگاه کنید، برای اون که دوری از همدیگر، یعنی تو در دیگر شهر هستی، تو در دیگر شهر هستی، تو در دیگر کشور، تو در دیگر کشور، الله حتی میگوید بعد از طلاق یکم و دوم که الکی طلاق شد، الکی گفتیم 70% اینها از هم جدا شدن رو تصمیم گرفتن، الله میگوید زنها بعد از طلاق یکم و دوم هم از خانه شوهر نبرید، از شوهر دور نشوید. لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرج، مردها زنها رو از خانه نرانید، همراهتان بیستن، از همدیگر دور نشوید. حتی بعد از طلاق یکم و دوم که این دوری سبب می شود که عائله کاملا پاره شود. برای همین با هم بیستید، دور نشوید. شاید که شما از فکرتان برگشتید و شانس دومی خود رو هم استفاده کردید و ببینید که پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچ سفری نیست که به همسر نبر آمده باشه، همسران خود رو همراه خود می گرفتن. و امروز خیلی جای تاسف است، بعضی ها میگن اگر من زنم رو بردم پدر و مادر من خیلی خفه میشوند. آره پدر و مادر تو بالای تو حق دارن، تویی که فرزند هستی که باید پدر و مادر خود را نگاه و بین کنی. اما گناه زن چیست که 5 سال او باید نگاه و بین پدر و مادر تو کند و تو اینجا روی کار دیگر کنی. مسئولیت این زن به گردن کی هست؟ آیا ازدواج کردی؟ آیا در روز نکاح همین گونه شرط بود که من تو رو میگیرم، تو 5 سال اینجا میستی، شاید 10 سال اینجا میستی، من میروم در سال 1 ماه، در سال 2 ماه. حتی من خواهرانی رو شخصا میشناسم که شوهرشان در 1 سال فقط می آمدن برای 1 ماه، اون 1 ماه هم حرکت میکردن با مهمانی و با چیز دیگر تمام کنن، بعدن زود برمیگشتن و برای خود زندگی خوبی در روسیه مهیا هم کرده بودن.
و زن همیشه در فکر اون بود که چگونه از این مرد من قصاص بگیرم. بعضا قصاصش رو از مادر مرد میگیرد، بعضا قصاصش رو از فرزندای بیچاره میگیرد، بعضا قصاصش رو از مال مرد میگیرد، دزدی میکنه چیزی دیگر. اما بعضی ها قصاص رو از طریقه خیانت میگیرند. برای همین دوری مسئله جدی هست. و برادرانی که میگن نه من باید پول کار کنم، من بروم باید پول کار کنم، اگر زنم رو با خود آوردم من پول خزینه کردن میتوانم. برای همین 5 سال و 6 سال و 7 سال و 8 سال میروند، زن رو تنها میمونند. بعدا یکی به یادشون میرسد که زن با کسی در تلفن صحبت کرده، چیزی دیگر است. اوری اینجا باید زن ملامت شود، بی‌ناموس است این گونه زن. اما خود مرد هم باید نفس خود رو ملامت کند که چرا به خاطر پول و مال دنیا من این زن رو به یک حالت گذاشتم که این به این گناه دست داد، این زن به این گناه دست داد. و همگی میدونیم قصه حضرت عمر رو که به خاطر این که دوری ها سبب دست زدن به گناه میشوند، وقتی که به عسکری میفرستادن میگفتن از 4 ماه زیاد یگان مسلمان نباید در عسکری بیستد، چون عسکری هم راهی دور بود. میگفتن در 4 ماه هر یک عسکر باید به خانه برگردد و این قانون است که همسر خود را دور نماند این گونه. و ببینید حتی عسکری های ما رو، بچه زندار بیچاره رو 2 سال میگیرن میبرندش، 2 سال کامل. بعضی ها رو زندان میکنن تا 25 سال، همسر او چی میشود. بعضی ها به روسیه میروند. خیر گفتیم عسکری یک مجبوریت هست، ضرورت هست یا زندان. اما برادرایی که در روسیه هستید، الله میگوید فلا تمیل کل المیل فتذروها کالمعلقه. ای مردم، و یکی زن گرفتید، زن دوم گرفتید یا سوم گرفتید، تمام مهر و محبت خود را به او داده، زن یکم رو معلق نمونید. نه او شوهر دارد نه وی شوهر است، نمیتواند شوهر کند چون در نکاح شما هست، نه او شوهر دارد چون شما حق او را همچون شوهر میدید. این گونه نکنید با زنها، این گونه زن رو در میان راه نمونید که نه شوهر دار بودنش تعیین است و نه بی شوهر بودنش. ما چقدر این گونه زنها داریم، زنهایی که 20 سال است انتظار هستند که شاید همین سال آدم شد و برگشت. زنهایی هستند که 4 سال و 5 سال است با امید آن هستند که شاید همین سال شوهرشون برمیگردد و میگوید من از پی زندگی هستم. این گونه زنهای صبور هستند. اما زنهای دیگری هم هستند که میگویند من دیگر صبر کردن نمیتوانم. علل خصوص وقتی اون طرف مرد میگوید من طلاق نمیدهم، زن دیگر میگوید چاره دیگر وجود ندارد، و نزدیک کسی میروم مرا نکاح کند، با فلانی من ازدواج میکنم. و این گونه یک نکاحی مود نوی که 100% زنا است در ما پیدا شده است. زن هنوز طلاق نگرفته شوهر کرده است، باز میگوید ما رو مولای نکاحمون رو خواند. کدام مولا هست و یا جادوگر است؟ از کدام از شریعت بیخبر است که شوهر زنی که طلاق نگرفته است، عده انتظار نشده است، او رو به نکاح کسی درآورد؟ اگر طلاق نمیدهد از طریقه سود می شود طلاق گرفت، از طریقه خویش و تبار رو به میان انداختن، حتی تهدید کردن می شود. اما نه اینکه بالای شوهر باید ازدواج کرد که این 100% زنای آشکارا هست. و اینجا گفتیم دوری مسافه ها، و برای دوری مسافه ها یکم باید مردها در اینجا چیکار کردن رو، راه چاره رو پیدا کنن، وگرنه خود رو ملامت کنن اگر روز فهمیدن که ناموس آنها، مادر فرزند آنها به این گناه دست داد. نگوید که پدر و مادرم اجازه نمیدهد، نگوید که من باید پول کار کنم، نگوید که چیزی دیگر. بگوید الله به من امر میکند، شریعت امر میکند زن و شوهر با هم باشن، اینها نباید از همدیگر دور باشن. البته که کسی نمیگوید پدر و مادرت را تنها گذار، برای آنها هم حتما باید چاره پیدا کرد، حتما باید چاره پیدا کرد. ولی دوری های زیاد سبب می شود که به این گناه دست زنند. همین نزدیکی بود، خیلی از یک قشلاق دوردست تاجیکستان. اگر خود خواهر رو میبینید میگوید هرگز به خیانت دست نمیزند. میگوید مدت 3 سال است که من از شوهرم خبر ندارم، احوال خانه رو ببین. پسر عمکی هم همیشه به خانه من خوراک می آورد، چیزهای دیگر می آورد. هر بار که می آید به من میگوید اگر راضی هستی همین روز من تو رو به زنی میگیرم. و من نمیدونم تا دوامش چی است، اما سبب چی؟ سبب این است که شوهر نه او را مهیا میکند با شرایط زندگی، نه خودش می آید، همین گونه معلق گذاشته است، چیکار کردنش رو نمیدونه. و
اون چیزی که یک مرد نامحرم که من خویش و تبار تو هستم گویان به خانه‌اش می آورد، می خورند، می نشینند، این رو حیران پرسیده ایستاده است که چیکار کنم اگر حاضر من قبول کنم و به همین به شوهر برایم چی می شود؟ تو زن دیگر کس هستی، هنوز بین شما طلاق نفتیده است، چگونه به او به شوهر می برایی؟ یعنی ببینید که به اهمیتی، دوری، به حال خود گذاشتن زنها به این روز آمد که اور زنهای چه خیلی گفتم هستند، صبور هستند، از الله میترسند، میگویند نه بگذار 100 سال نباشد اما من به گناه دست نمیزنم، انتظارش میشوم، یا اینکه اصلا از بحر کل مردها برآمدم وقتی این گونه یک نامرد رو دیدم. اما زنهای دیگری رو هم دیده ایستادیم که متاسفانه زیاد شده ایستادند، آنها هم این دوری رو تحمل نکرده به این گناه کبیره دست زده ایستادند. چیز دیگر دوری احساس ها گفته میتوانیم، دوری که با هم نزدیک هستند اما تا اندازه مناسبتی بد با هم دیگر دارند که زن همیشه در انتظار یک نفر دیگری هست که او را ببیند. یعنی مردهایی هستند که متاسفانه اینجا هم یا به سبب اینکه یک معشوقه دیگر دارند یا به سبب اینکه زن دیگر دارند، همسر خود رو یگان بار نه تعریفش میکنن نه اهمیتش میدهند به لباسش یا به خودش، که همیشه میدونیم که زن اهمیت میخواهد. یعنی پروردگار همین گونه زن رو آفریده است که اهمیت میخواهد و این چنین حمایت میخواهد. او میخواهد شوهرش او را حمایت کند، او میخواهد شوهرش به او اهمیت دهد. و هر دو همین چیز از بین گم شد، دیگر زن تنها بودن خود را به گردن میگیرد، میگوید من شوهر دارم، به نام شوهر دارم. شوهری که یگان بار نه حمایت هم کرد، چه از جهت مالی چه از جهت معنوی، و این چنین یگان بار به من اهمیت هم نداده است. تا همین روز نشنیدم که او یگان بار از من تعریف کند. هر جا رفت از من شکایت میکند، هر جا بودم من تنها بودم و در نزدم حس نکردم. انا این گونه زنها هم دیگر دست به خیانت میزنند، برای اون که طبیعت زن همین چیز رو طلب میکند. و اگر از البته که به اینجا باید شرط گذاریم، اگر از الله نمیترسد، زنهای هستند که میگویند من تا 40 سالگی یگان بار یک گل رو یا اینکه تو خیلی خوشرو هستی و خیلی انسان خوب هستی از شوهرم نشنیدم، اما همسایه مرا این گپ رو میزند. ببینید که مقایسه شوهر به همه چیز بگذار تامین کند، از جهت مادی گفته، اما از جهت مهر و محبت و ملاطفت اگر اهمیت نداد، میبینید که چگونه دلسردی می شود و چگونه زنها الکی در مقایسه کردن فلانی را ببین و حال مرا ببین شروع میکنند. برای همین الله میگوید و جعلنا بینکم موده و رحمه. اول خلقناکم ازواجا، شما رو ما جفت آفریدیم و بین شما محبت و مهربانی را جای کردیم. محبت و مهربانی هست که زندگانی شما رو خوب میکند. این چیز اگر از بین رفت، دیگر زندگی شما معنا ندارد. دیگر نسبت هم دیگر نفرت پیدا میکنید. دیگر نفرتی که حتی به انتقام تبدیل می شود و همیشه در انتظار اون هستید که چگونه که بعضی ها میگن میبینید چگونه با کدام راه من از تو انتقام میگیرم، اون طرف هم انا این سبب می شود. برای همین بهتر نیست این مسئله ها رو زن و شوهر ببینید. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی سوده خیلی پیر بودن، خیلی زنی پیرزن بودن، گفتن من نمیخواهم تو اذیت شوی، من نمیخواهم وقتی پیش تو آمدم و در من احساس محبت یا گفتیم همان گونه که زن از شوهرش انتظار است اون رو ندیدی، تو از این خفه شوی یا اذیت شوی، برای همین میخواهم از تو رو طلاق بدهم. ولی سوده گفتم من پیرزنی خیلی پیر هستم و من آن چیزی که برای زن از شوهرش لازم است اصلا از شما انتظار نیستم، برای اینکه خودم سن سالم بالا است، فقط من میخواهم از جمله همسران شما باشم. اون هم باشد پیامبر صلی الله علیه و سلم یگان بار ترک نمیکردند و همیشه از احوالشان میپرسیدند و وقتی به حج همراه همسرانشان رفته بودند، سوده رو هم همراه خود برده بودند و گفته بودند که تو بیمار هستی، الکی نیت بکن که یکی بیمار شدم در همان جا حج من تمام است، گویان این نیت رو کن، گویان این گونه اهمیت داده بودند. برای همین اینجا بی اهمیتی هم یکی از سبب‌های این می شود. و چیز دیگر شاید که از سبب خیلی خیلی بزرگ یا از سبب‌های اساسی هم گویم این اینترنت است. عالم مجازی، دوست‌های ناموس، نامردهای فیکی،
خودشان دیگر کس هستند، عکسشان دیگر کس، خودشان دیگر چیز هستند، نوشته هایشان دیگر چیز، حیاتشان دیگر چیز است، گفته هایشان دیگر چیز. این گونه مردها کم نیستند و حتی زنها. چقدر عائله ها رو میدانیم که پاش خوردن به خاطر شناسایی ها در اینترنت، صحبت هایی که زنها داشتن. چند روز پیش بود در ایما بنده خواستم یکی ببینم که یعنی دیدم که در اونجا یک چند گروه های طرفای کشور ازبکستان است. یعنی در اونجا بعضی در آمده درس کرده ایستادن، بعضی مهاجران با هم صحبت دارن. خیلی تاسف خوردم. نکم از 10-15 گروه تاجیکی، تمام موضوعهایش موضوعهای فحش است و در داخلش زن و مردها هستند. یعنی موضوع رو خوانده دیگر خیلی خجالت میشوید، شرم میکنید، نفرت میکنید. در داخلش زن و مردها دارن صحبت میکنن و لعنت الله باد به هر مرد و زنی که یا با سطر یا بارش در آنجا صورت میگذارد و داخل آن گروه میشود، برای بدنام کردن زنهای سطر پوش، برای بدنام کردن مردهای ریشدار. یعنی دخترک با سطر اسلامی گفتیم ادمینی آن گروه هست، بالای گروه را میبینید که برای زن کفتن و شوهر کفتن و چیزی دیگر نوشتگی است و داخلش هر چی خواهند میگویند. این گونه گروه ها در ایما کم نیست و ببینید که چی مصیبت اینترنت دارد می آورد. و اینجا پیشتر هم گفته بودیم چقدر بی‌راهشوی دخترکان، بی‌راهشوی زنها از طریق اینترنت شناس شدن با این گونه انسان‌های بی‌ناموس است. یعنی تو چی اندازه عقل انسان اجازه میدهد که تو با یک نفری که ندیدی، نمیدونی که آیا این همان انسان است یا نیست، تا حد عکس فرستادن و کل حیات خود رو به او نقل کردن اجازه بدهی. این هم یک زنی که مادر است یا اینکه زنی که شوهر دارد. و همین گونه اینترنت و علل خصوص گروه های مختلف زنهای و مردها، گروه هایی که در آنجا هم زنها هستن هم مردها هستن، با هم صحبت میکنن، سبب میشود که زن برای خود یک نفر را پیدا کند و اولا چه خیلی گفتیم عادی، برادری، خواهری، صحبت عادی، بعدن سوال و جواب، بعدن تا نزدیکی کی بود خبر دارد یا ندارد، به نزدیکی بود، میگوید به من وعده داد 21 ساله است که مرا به زنی میگیرد. تو چند ساله هستی؟ 30 چند ساله. آیا به این باور داری؟ اوری من میخوام از شوهرم طلاق گیرم. باور داری که 21 ساله تو رو میگیرد با 4 کودکت؟ این گونه زنها کم نیستن. برای همین در مسئله اینترنت هم علل خصوص ما نیتی پاک داریم، ما یگان خیلی مقصدی بد نداریم، فقط میخوام با برادر مهاجری تاجیک شناس شوم، با خواهر مهاجری تاجیک شناس شوم. این به مقصد شما این چیز نگاه نمی کند. نیت ها پاک باشد هم خواه و ناخواه شیطان در خون انسان است، خواه و ناخواه یک بار نه یک بار فریفته می شوید. برای همین پیامبر صلی الله علیه وسلم میگن لا یخلون احدکم بامرأة فان ثالثهما الشیطان. تنها به تنها هیچ نمانید. اختلاط و آمیختگی و صحبت های بیجا کلا در شریعت برای همین حرام است. وگرنه چی مشکل دارد با یک نفر صحبت میکنی؟ نه، مشکل در این است که یکی می شود که خودت بخبر هستی، بعد من عاشق شدم گویان به گناه کبیره دست میزنیم. یعنی این گونه مشکلی ها در ما خیلی خیلی زیاد می شود. برای همین باید در مسئله اینترنت هم شناس شدن با نامحرم ها، داخل شدن و این گروه ها خیلی باید خواهرها احتیاط باشن، علل خصوص خواهرایی که مشکلی در زندگی دارن. و اینجا چیز دیگری که همچون امانت، همچون یک مادر و یک خواهر میخواهم برسانم، خواهرانی که زیادیتون یا زیادی خواهرها گفتید سبب به خیانت دست زدن من این به اهمیتی شوهر بود. یعنی همین گونه خواهرها کم نیستن. خواهرهایی که میگویند من فکر خیانت رو کردم یا الله که به خیانت دست زدم یا در پله های اول خیانت هستم، در قدم های اولش هستم. سبب چی است؟ به من اهمیت نمیدهد. سبب چی است؟ میخوام از او قصاص بگیرم. سبب چی است؟ میخوام زندگی خود رو بکنم. چرا او حق دارد من نه؟ اولا این رو بدانیم که انسان فقط اگر برای اینکه از شوهر قصاص بگیرد یا به خاطر اینکه از شوهر اهمیت ببیند اگر زندگی کند، تا آخر عمر هم کسی به او اهمیت نمیدهد.
زمان به تو شوهر اهمیت میدهد که خود به خود اهمیت دهید. اگر این گونه انسان بود که دیگر او به تو اهمیت نمیدهد، از پای زندگی حلال باید بود، از طریقه شرع، از طریقه قانون حتی طلاق را بگیر، پس از پای زندگی دیگر شو. اما اینکه او به من اهمیت نداد، من دست به خیانت میزنم، بعداً چقدر ننگ بالای خود، بالای فرزندهای آینده، بالای پدر و مادر و خواهر و برادر و کلی یک سلاله می آورد این زن. برای همین اینجا ببینید که به خاطر بی اهمیتی نباید خود را این گونه بی ناموس کرد. اهمیت نداد، از پای زندگی دیگر شد. یعنی من استوزه رو میشناسم، تا هنوز هم شاید باشند که سالهای آخر خبر ندارم، همش در 21 سالگی شوهر رو از دست داده بودن. در 21 سالگی با یک دخترچه. گفتن من فقط از پای علم میشوم، دیگر اینقدر زنها شوهر کردم بگذار، من فقط میخوام علم بگیرم. و میدیدید که حتی در محفل های قراها یا حافظان قرآنی جهانی، از در بین مثلا 100 قاری بزرگ یک زن هم بود که همون زن بود، ام عبدالله، که از کجا این زن به درجه منشاوی گفتیم، یعنی به درجه این گونه حافظان بالا رسید، از اینکه عمرش رو فقط به علم داده بود. گفت نه، من به خاطر علم دیگر زندگیم رو دوام میدهم. اینجا اگر به من اهمیت نداد، حتما باید به گناه دست زنی. از اینکه او نامرد است، اگر یک مرد دیگر گفت که من خواستگاری تو هستم در حالی که شوهر داری، از همون شوهر هزارها بار نامردتر است، هزارها بار بی‌ناموس است هر مردی که میگوید تو شوهر داری و اهمیت نمیدید، من شوهر تو میشوم. او امروز آمد خانه تو را ویران کرد، یا گفتیم تو را بی‌ناموس کرد، فردا میرود و یک نفر دیگر رو، و هیچ قدر و قیمتی نه در نزد پروردگار خواهیم داشت، نه در نزد همون دویم مردی که اومد و یک خانه رو ویران کرد. یعنی به این نباید باور کرد، به این گونه مردها. و این مثلا راهی قصاص فقط در قیامت است، ببخشید در خیانت است. من قصاص میگیرم، میگوی باید به خیانت دست بزنید. هر زنی که خود را احترام میکند و میگوید آره شوهر است اینجا، من با شوهر باید زندگی کنم، باید عائله بسازم، شوهر جزء از حیات من است. اگر این گونه زندگی کرد، یگان زن نه در زندگی ناامید می شود، نه به خاطر شوهر خود را حلق‌آویز می کند یا به دریا می پرتاید. یعنی هر کسی که گفت زندگی من کلش برای شوهر، نه، شوهر جزء از زندگی من هست، اما من با زندگی دارم، رابطه دارم با شوهر، رابطه دارم با الله، رابطه دارم با خودم، با وجدانم، رابطه دارم با پدر و مادرم، رابطه دارم با پیشرویم، رابطه دارم با آخرتم. یعنی زندگی رو، شوهر رو جزء از زندگی هدف خود کرد، اون زن در حیات هرگز ناامید نمی شود. اگر این جزء از بین رفت، دیگر جزءهای دیگر هست. اما هر کسی که شوهر کرد و گفت کل حیات من تویی، ممات من تویی، من برای تو زنده هستم، من برای تو میمیرم، همین که شوهر یک قدم از او دور شد، دیگر این زن خودش نابود می شود. برای همین آره نگاه کنید به قرآن کریم، به شریعت نگاه کنید، همیشه پروردگار از خود یادآور می شود، همیشه از خود یادآور می شود که من پروردگار شما هستم، و از شما یادآور می شود از خودتون. به نفس خود ظلم نکنید، خود را به یاد آورید. انسان باید خودش را قدر کند. شوهر کلی زندگی تو نیست که به خاطر او دست به گناه زدی، اهمیتت نداد، دیگر بقیه راهی تو هست. یعنی بی اهمیتی او را نباید با گناه و با خود را نابود کردن انسان حلش بکند. و چیز دیگر این است که چقدر یک زن میتواند پیشروی کند، چقدر یک زن میتواند آبروی پدرش را بالا کند، آبروی فرزندانش را، آبروی برادرش را، قدر خودش در نزد پروردگار بالا شود، که وقتی قدر تو در نزد پروردگار بالا شد، هیچ کسی تو را زیر زمین کردن نمیتواند. اما ما به خاطر که قدر خود را پایان میکنیم، تو مرا نظرت نگرفت، تو به من اهمیت ندادی، من به خود اهمیت نمیدهم. یعنی به خیانت دست دادن همین است که تو مرا که تماما نادیده گرفتی، من خود را، ناموس خود را نادیده میگیرم و چیکار خواهم دست میزنم. برای همین زنها باید قدر خود را بدانند و بدانید که
با یک مرد زندگی کردن، شوهردار بودن، آره این قانون حیات است، زندگی باید ساخت. اما یکی نشد چی؟ موفق نشدیم، نتونستیم، نخواستم، باید به خیانت دست زنیم، باید به خودکشی دست زنیم. یا اینکه بگوییم که پروردگار مرا برای عبادت آفریدی، من به جز شوهرم در نزد خود، در نزد نفس خود حق و حقوق دارم، در نزد خود قدر دارم. او مرا بی‌قدر کرد، من خود را بی‌قدر نمی کنم. یعنی من زندگیم را دوام می دهم با شرف و با عزت و با راهی حلالی که پروردگار به من نصیب کرده است. یعنی اینجا می توانیم خلاصه گیری کنیم عزیزان که هر زنی که خیانت می کند، هر زنی خیانتکار یا هر زنی که به این راه بد می رود، یکمینش این است که خیانت به خود می کند، خیانت به وجدانش می کند و از این که قدر خود را نمی داند، خودش را هرگز حرمت نمی کند، خودش را عموما به هر راه، به هر کار سزاوار می بیند، به این دست می زند. دوم البته اینجا گناه مردها هم هست که به حالشان حواله کردگی هستند و البته دیگر اولا چه خیلی گفتیم، وقتی از پی علم و از پی معرفت و الله را شناختن و خود را شناختن می شویم، می بینیم که چگونه درها باز می شود و چگونه نخواسته هم باشد عزت نصیب ما می شود. با امید اون که همیشه در کنار هم دیگر باشید و هرگز به یک دیگر بی اهمیتی نکنید و هیچ زنی تاجیک، هیچ مادری تاجیک، هیچ خواهری عزیز تاجیک دست به خیانت نزنند و صاف و صمیمی زندگی شما بر دوام باشد. شما آن را به الله یگانه می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.